ای بهاری بلایق رازی مرگ افشا کن، با ترانه باران یاد شاعری ما کن. از تو لحظه یکسان است در ردیف بیمرگی، ای حریف بیمرگی لحظه را تمنا کن. ای بهاری بلایق، گل نثاری بلایق. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، شام دلانگیز بهاری به هر یکی شما مبارک باشد. برنامه نوبتی آفتاب باران را حسن آغاز می‌بخشیم. مهمانی امروزی برنامه آفتاب باران یکی از آموزگاران مؤسسه تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر بستان، نسیم خان اسمت اللهیف هستند. استاد خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاب باران. رحمت برای تکلیف من به نهایت می‌دارم و می‌داری اهل کارمندان مؤسسه را به شما اظهار میکنم. رحمت. خوش آمدید استاد. شما طول سالهای زیاد یعنی 34 سال گفتید در مؤسسه های تعلیمی به حیث آموزگار زبان و ادبیات تاجیک به خوانندگان سبق می‌دهید و در طول تجربه خویش از اشعار استاد لایق، حیات، فعالیت استاد لایق را و نقش استاد لایق را در ادبیات معاصر تاجیک با شاگردان خود سبق می دهید، می آموزانید و می خواستیم یک صحبت پرمحتوا امروز منظور بینندگان سازیم. در آغاز برنامه خاطره های خویش را، آن صحبت و واخوری خویش را با استاد لایق با بینندگان نقل می کردید. باری اول چگونه با استاد لایق همنشین شدید؟ رحمت کلان، من با استاد لایق بار اول وقتی که دانشجو بودم سال 1980 در ایام پختچینی در شهرکی ظفرآباد در صحرا بیگاهی بود. آن کس مهمان ما شدند همراه بازار صابر و گلرخسار صفیه و وقتی که آنها آمدند من خوب در خاطر دارم در کرسی یکم می‌خواندیم و اکادمیک حاضر ناصر جان سلیموف در کرسی سیوم و چهارم می‌خواندند. همین جا با ما ملاقاتی صمیمی داشتند در بیگاهی پس از پختچینی. وقتی استراحت ما با آن کس همصحبت شدیم و از طرفی ما به آن کس سوال‌های بی‌نهایت بیشمار داده می‌شد و آن کس با سوال‌های ما با پررنگ جواب می‌دادند درباره جوانی، عشق، عاشقی، درباره قسمت، تقدیر و آنچه که ما با آن کس با حس کنجکاوی سوال می‌دادیم. البته سوال‌های ما بی جواب نمی‌ماند و خوب در خاطر دارم در آنجا ناصر جان سلیموف شعر بازار صابر زبان مادری را با پررگی قرائت کرده بودند. خیلی پر تأثیر بود و باز بار دوم من با استاد لایق هنگامی در کرسی سیوم می‌خواندیم و ما همراه فرزانه عنایت خواجه و که اعلا می‌خواندند، من هم در قطار اعلا خوانها همراه آن کس با همراهی روشن همراه حاضر آموزگار دانشگاه یک جایه منظور خان نعمت و یک جای همکرسا به آزمونی یعنی المپیادی زبانشناسان تاجیک بین دانشگاه های دولتی رفته بودیم به شهر دوشنبه. در آنجا ما همه تصمیم گرفتیم که به اداره یعنی مجله صدای شرق رویم و از ملاقات استاد لایق بهره برداریم و آن کس ما را خیلی خوب در اداره پذیرایی کردند و این خاطر نشان بود. لیکن باز یک چیز دیگر را میگویم. یک برادر کلانی ما که در ترجمه حالی که در ادبیات معاصر تاجیک که در صنف 11 برای خوانندگان الاوطن می شود، این در شهر گرازنی یک جایه با استاد لایق رسول خان و فیضاز خان اکای هم خدمت کردند و بیگاهی در کرسی افسر تیار نمودن افیسران در آنجا خدمت کردند. یک جایه پس از ختم اینستیتوت لایق شیرالی هم استاد پس از ختم اینستیتوت در همان کورس در شهر گرازنی یک جایه با آنها هم خدمت بودند. دوستان همیراق و آن کس از خاطره خود نقل میکنند که باید برک میشد پیش از خفتن، پیش از خیلی که به قبل رساب میگویند ادبای
و من آنقدر دلباخته زبان ادبیات نبودم، لیکن و گفتم که اگر شمایان شاعری پیشه شاعری داشته باشید به نام من شعر گوید و استاد لایق حتما به نام اعزاز خان رسول خانوف مصرع بدیعتا گفتند که آن را من حاضر میگویم: اعزاز من یاری سرافراز من، دو چشم به تو گوش به آواز تم. و حتی گفتند استاد لایق که باقی مانده مصرع ها را در توی عروسی دامادی شما میگویم و این سال 1966 بود و همین خاطرات و این ملاقات از استاد لایق با ما مانده است و همین واخری و ملاقات را با شاگردان میگوییم و علل خصوص در دوره جوانی شعرهای لایق شیرعلی، استاد شاعر لایق شیرعلی ورد زبان ما بود. ما دائم زمزمه میکردیم، به همدیگر میخواندیم، میشنیدیم، از همدیگر به وجد میآوردیم و من کسی جوان است و جوانی نکند، با حسن جوانی زندگانی نکند، هر کو ز خوشی های جوانی دور بود، بهتر بود که زندگانی نکند. من این خاطرات دوره جوانی آوان دانشجوی ما بود که کمتر عرض کردیم. سلامت باشید. تشکر استاد. شما در مؤسسه های تعلیمی که از فن زبان و ادبیات درس میدهید می گفتید که آیا جوانان ما امروز تا به اندازه کافی از اشعار استاد لایق بهره‌مند می شوند؟ برنامه تعلیمی چگونه است و برای باز هم خوبتر و بهتر آموختن جوانان از اشعار ادبیات معاصر تاجیک و خاصه اشعار استاد لایق چی باید کرد؟ البته موافق برنامه تعلیمی وزارت علم جمهوری تاجیکستان در صنف‌های هفتم 2 ساعت جدا کرده شده است، در صنف‌های روی تعلیماتش عمومی و در صنف 11 4 ساعت و در روی ریاضیش باشد 2 ساعت جدا کرده شده است. ما در مؤسسه درس میگوییم که در آنجا در صنف‌های تعلیمات روسی زبان دولتی نیز آموزانده می شود و انا همین را گفتنی هستم که فقط در صنف 8 1 ساعت از ایجادیات لایق جدا کردند که این خیلی کم می باشد. برای آموختن ایجادیات لایق خیلی کم می باشد. البته لایق شیرعلی شاعر می باشند که تمام مردم فارسی زبان می شناسد. کسی نیست که شعر لایق را نداند. بله. کسی نیست که انا همان که در آوان 18 سالگیش انا همین بیت ها انا همین مصرع ها را از یاد نداند. نوابسته به کدام طبقه اجتماعی در کدام طبقه نباشد، البته شعرهای استاد لایق زمزمه شده است و خودی پس از 1000 ساله ها گفتم ممکن است که استاد لایق به عرصه ادبیات، به عرصه ایجاد چنان قدم استوار گذاشتند که استاد لایق را رودکی ثانی گفتن ممکن است. بله. و خدمت استاد در انکشاف زبان ادبی حاضری تاجیک، در ترقی دادن حسن بیان و کلام تاجیک بی نهایت بی اندازه است. بله. و ما را به دنیای رنگین تخیلات بدیعی ما را هدایت میکنه. البته وقتی که هر یک کس اشعار استاد لایق شیرعلی را ورق میزند، وقتی که مادرنامه شان را میخواند، پیش نظر مادری خودش می آید. بله. مادری خودش می آید. مادری لایق این مادری هر یک فردی تاجیک است و من خیلی خوب از اون اشعار در خاطر دارم و به روی مثال هم می بیارم که پیش از خواه رفتن مادر می گفت که با راه راست را و وظیفه دستی راست را به لایق در همون اشعارشان میگویند که مادرم می گفت دایم وقتی خواب کن، البته با پهلوی راست
اون همه کاری که بله، نیت بله. میکنی سر بکن با قوه بازوی راست. البته خود استاد لایق میگویند که سری دو راه بنهادند ما را. انا همین دو راه یکیش راه راست است که این راهی خیلی که میگن صراط المستقیم راه راست است. انا همون راست که قدم استوار گذاشتن، قدم زدن خیلی درست است. و امروز جوانان را ما هدایت میکنیم توسط شعرهای لایق، توسط ایجادیات لایق که راست کار باشند، راست قول باشند، راست گفتار باشند. انا همان انعنه‌های خوبی نیاگانه که رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک همش در نهاد خود تجسم کرده باشند. و البته امروز من بسیار میخواستم که درباره مادرنامه لایق گویم. در ادبیات فارس و تاجیک با انا همان کلمه مرکبی که نامه ها خیلی بسیارند. مثلا انگلیسی میگن شاهنامه، گوشتاستنامه، دارابنامه و از قبیل این با نامه های بسیار ایجاد شدند. امروز باید افتخار کرد که مادرنامه‌ای که استاد لایق ایجاد کرده اند و در همین ادبیات معاصر اگر میرزا ترسونزاده نیز مادرنامه ایجاد کردند، لیکن استاد لایق از همه شاعران ادبیات معاصر آید به همین موضوعات خیلی بالا می ایستند. و ممکن قدر از آن باشد که در سن 8 سالگیشان از پدر جدا شدند و همه دوش زندگی، بار زندگی، همه غم و اندوه زندگی، خیلی که به قول مردمی میگویند همه وظیفه مرد به ذمه مادرشان افتاده باشد و بنابراین هم با همین موضوع خیلی بسیار روی آوردند و با آن موفق شدند که مادری تاجیکه، که مادر که خود سرچشمه سیمای حیات است، سرچشمه حیات مظفرانه می باشد و بنابراین هم مادری تاجیکه در شخصیت مادری خود، مادری هر یکی مایه در شخصیت خود ifade کردند. که البته وقتی که ورق میزنید، وقتی که میخوانید یا بیتی را از همون مادرنامه لایق، البته پیش نظر مادرتان هویدا می شود. هر یک از مادر خودش را پیش نظر می برد. انا همان حتی میگویند که آجینک ها این هر یک سطری مثل شعری آن کس است و دستان شخشولی که انا همان با دعا برداشته می شود. البته انا همین را با یک جزئیات و تفصیلات مهمش با عبور رنگ بدیعی ifade کردند که ناتکرار است. البته اگر امکانیت باشد من از همان مادرنامه لایق یک دو شعر، یک دو بیت قرائت کرده باشم و البته توسط خیلی که گفته گذاشتیم از ایجادیات لایق شعرعلی معلوم می شود. برای آن که به عضوی اتفاق نویسندگان شامل شوند باید یگان کتاب چاپ کرده باشند. لایق شعرعلی با توفیل انا همین شعری به مادرم عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدند و میرزا ترسونزاده آن کس را دستگیری کردند و دعای فاتحه را از استاد ساتم الغزاده گرفتند و بنابراین هم انا همین شعری به مادرم را یک دو بیت از انا همین شعری به مادرم قرائت میکنیم. به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی میدوزی به صد نیت، که روزی توی دیده بر قد من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگی نو به حسن نو جوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. نیابد چشم کم بیند به جستن چشم سوزن را، بلرزد دستی پر اعجاز تو در قبضه پیری،
ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیای امیدی تو، ایا مادر ایا مادر. یا اینکه دیگر شعرهایی که باز در وصف مادر گفته شدند، ما انا همان را ورق میزنیم و میگوییم، یک دو بیتی میخونیم. و انا همان قصیده خیلی مشهوری که استاد لایق شیرعلی سرودند، ایجاد کردند. قصیده مادر است. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. گر شعر که سرودم از بود و از نبودم، در تینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست زین رو، صد داستان برایت از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم به یاد زاد قدسش، از سر سپردگانم جانم فدای مادر. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر. البته پیشتر خیلی که در سرآمد سخن هم گفته گذاشتیم، در دنیا همین کلمه مادر خیلی مقدس است و در دنیا با همین مقدسات که یگانند، زمین تنها است، آفتاب تنهاست، ماه تنهاست، مادر تنهاست. بیهوده زمین مادر نمیگویند. البته زمین ما را میخوراند، میپوشاند. مادر نیست، از شیره جان به ما غذا بخشیده است. و بیهوده خودی میرزا توسی‌زاده میگویند که یک شب آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. البته مادر یگانه است و در قطار همین مقدساتی که یگانه اند از همه بالا می ایستد. بنابراین هم زمین مادر میگویند. و البته اشعار لایق شیرعلی استاد ما خیلی که گفته گذاشتیم، در ادبیات اشعارشون را در ادبیات تاجیکستان به 3 مرحله جدا میکنند. مرحله اول از سال همون از به حیث عضوی اتفاقی نویسندگان قبول شدنشان تا سالهای 80 تا کتاب ورق سنگ و بعد از آن دوره دویمش از خانه چشم تا فریاد رست که سال 1997 به تب رسیده است و در بر میگیرد مرحله دوم و مرحله سوم از سال 1997 این جانب تا روزی وفاتشان. و در وابسته به همین مرحله ها ایجادیات لایق را در مکتب می آموزانند و البته به ایجادیات لایق چند ساعت گویم هم کم است. بله. و ساعت های دراز گویم هم کم است. و حتی با همین را خاطر رسان میکنیم که با یک دیگر وقتی همون جوانان توسط تلفن های موبیل هم پیامک نویسند، استفاده میبرند از شعرهای استاد، یا اینکه با تبریکات تهنیت ها باشد، هم البته تبریک و تهنیت ها همه از اشعار لایق است. سرچشمه خود را از اشعار استاد میگیرند. البته اشعار استاد لایق شیرعلی ما رو نیست بی‌طرف نمانده است. ما هم قلم میگیریم و در پیروی استاد شاگردانه قلم میکشیم، ایجاد میکنیم و برای بینندگان اگر منظور خاطرتان شود، غزلی را که ایجاد کردم
قرائت میکنم. آن یاری جفا پیشه ناز و عتاب دارد، سوختنیم دلم را در تب و تاب دارد. گفتم رسمی جفا را تو از لیلی آموختی، گفتا دفتر عشق صدها باب دارد. خون در دلم چکان شد از هجر روی خوبت، در خنجر میژگانش جیگر کباب دارد. گفتم امید دارم من از شراب وصلت، گفتا کار سهل نیست سوال جواب دارد. گفتم محرمم شو حقی محرمت چند، گفتا دیوانه ای تو بها به حساب دارد. خواجه نسیم امروز کشته تیغ نگاه، گفتا قربانی من اجر و ثواب دارد. ما با استاد فخر میکنیم. من شکر آن میکنم که امروز ایجادیات این شخص بزرگ را به خوانندگان آموخته آنها را به راه راست هدایت میکنم. از این بینهایت خرسندم. تشکر. سلامت باشید استاد. تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا، قرائت شعر از اشعار استاد لایق که اطمینان دارم به بینندگان ما پسند آمد و در فعالیت من بعد شما بردباری خواهیم. تمنا میکنیم که جوانان و نسل نورز از ادبیات معاصر خاصه اشعار استاد لایق برخوردار باشند، بهره بردارند و به کشورهای دیگر معرفی سازند. خوش آمدید باری دیگر. رحمت. هر که دارد در جهان گم کرده ای، در زمین و در زمان گم کرده ای، این نشان گم کرده ای و دیگر خیشتن را به نشان گم کرده ای. بینندگان گرامی، در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.